سلام. من فکر کنم مزاحمتونم شدم ولی یه مسئله اورژانسی بود. من نه جزوه‌ای دارم نه چیزی. من که اصلا هنوز حرفی نزدم. میدونم دیگه همیشه همینجوری سر حرفو باز میکنید. نه ببین ما با اون دوستم که اونجا وایساده یه شرطی گذاشتیم که من میام جلو و میتونم با شما اوکی بشه. پس خب شرطو باختی. چرا اینقدر سختش میکنی؟ من یه دقیقه میرم اونجا وای میستم پیش دوستم، شما یه لحظه زنگ بزن یه الو سلام عزیزم بگو تموم میشه. الان پیش خودت فکر می‌کنی خیلی زرنگی؟ من اگه دنبال چیز دیگه ای بودم که اینجوری نمی اومدم جلو. پس چجوری میومدی؟ از راههای دیگه. حالا اونا رو ولش کن. بگی یه لحظه اینجا خطتو بزن. من یه دقیقه اونجا تماس میگیرم و میرم. کاری هم به کارت ندارم. پس بعداً خطتو به هیچ وجه رو گوشیم نبینم. باشه خیالت راحت. من میرم الان اونجا زنگ میزنم، خیلی هم خوش با هم صحبت نکنی یا قشنگ الو عزیزم اینا رو یادت نره. اوکی؟ الو؟ سلام عزیزم. سلام. پس اون دوستت کجاست؟ دوستم کیه؟ همین که باهاش شرط گذاشتی دیگه. حالا اونم پیدا میکنیم. شما لطفاً برو خونه، دیر شده همین الانم. زود. دوربین گوشیتم باز کن فقط قبل رفتن. چرا اون وقت؟ چون من اینجا یه جست میگیرم. ازم عکس بگی بذار بک‌گراندت که بقیه فکر نکنن تنهایی. برو خونه، رسیدی هم پیام بده.